داستان کل شهر استانبول از دادگاه عالی 13 این شهر برای شهروند کرتبار سوریه احلام البشیر همچون جزا 3009 سال زندان طلب کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری ترکیه انادولو، این زن عامل اساسی حمله خونین تروریستی روز 13 نوامبر سال 2022 در کوچه استقلال در ناحیه بایغول شهر استانبول دانسته می شود. در آن حمله 6 نفر کشته و 99 تن زخمی شدند. در عیبنامه داستانی کل استانبول، احلام البشیر به دست داشتن در جنایت‌های برقصدانه ضد دولتی گناهکار کرده شده، برایش 7 حکم عمر بود یا از 1949 تا 3009 سال زندان طلب کرده می شود. بنا به فرضیه تفتیشات، محض امین زن روز 13 نوامبر خلطه پر از مواد ترکنده را در روی یک خرک در کوچه پرازدحام استقلال گذاشت و چند لحظه بعد کوچه را ترک کردن او این مواد منفجر ترکید. مرافعه نوبتی این پرونده پرسرصدا در دادگاه عالی 13 استانبول از 9 تا 11 می سال 2023 برگزار می شود. وزارت کارهای داخلی ترکیه قبلا گفته بود که در پس این ترکش گروه های جدای طلب کردها ایستادند. جدای طلبان کرد اینک چندین ده ساله باز برای ساختن دولت مستقل کردستان در منطقه های کردنشین ترکیه، سوریه، عراق و ایران مبارزه میبرند. به گفته داستان کل استانبول، احلام البشیر و بلال حکموس اعضای گروه های کردی سوریه بوده در پی تمرین های ویژه و گرفتن دستورها از جانب این گروه ها با مواد ترکنده به ترکیه فرستاده شدند. گفته میشد آنها را توسط کانال های مخفی گروه های کرد به استانبول انتقال دادند. در اینجا در خانه های مربوط به اعضای سازمان های جدای طلبان کرد جابجا کردند. بعد انجام حمله تروریستی احلام بشیر دستگیر گردید، ولی به بلال حکموس میسر شد که از ترکیه از طریق ادرین فرار کند. در رابطه با این پرونده دستور حبس چند تن از رهبران جدای طلبان کرد صادر شده. در عموم علیه 36 نفر با اتهام سنگین چون تخریب اساسهای دولت و یکپارچگی کشور، تشکیل و رهبری سازمان‌های تروریستی، عضویت در چنین سازمان‌ها، کشتار و قصد کشتار شهروندان از جمله کودکان، مهاجرت غیر قانونی، نگاه داشتن سلاح و مواد ترکنده و دیگر مواد خطرناک عیبنامه اعلان شده. داستانی برای 7 نفر آنها از دادگاه حکم حبس عمر بود و از 1949 تا 3009 سال زندان طلب کرده است. بنا به گزارش انادولو، بعد آنکه اداره جاسوسی ترکیه معلوم کرد که خلیل منجی یک نفر کلیدی در تشکیل حمله تروریستی استانبول در شهر قمیشلی در شمال ترکیه که تحت نظارت کردها قرار دارد و زیر حمایت آنها پناه شده است و با رهبران جدای طلبان کرد در تماس است، برای از بین بردن او یک عملیات ویژه سازمان داده شد. روز 22 فوریه سال 2023 خلیل منجی در نتیجه یک عملیات ویژه اداره جاسوسی ترکیه در قمیشلی از بین برده شد.